طهمورث. پادشاهی طهمورث دیوبند 30 سال بود. بعد از درگذشت هوشنگی به قول فردوسی با هوش و سنگ، طهمورث فرزند او بر تخت مهی منشیند. پسر بود مرو را یکی هوشمند، یعنی هوشنگ رو پسر بود، یک پسر داشت. گران مایه طهمورثی دیوبند بیامد به تخت پدر برنشست و شاهی کمر بر میان بر ببست. همه موبدان را ز لشکر بخواند و شربی چی مایه سخنها براند. چنین گفت امروز این تخت و گاه، مرا زیبد و تاج و تخت و کلاه. جهان از بدیها بشویم برای، رایش است تدبیر اندیشه. جهان از بدیها بشویم برای، پس آنگه کنم در کهی گرد پای. اول جهان رو از بدی من پاک کنم، بعد به پادشاهی پردازم. زهر جای کوته کنم دست دیو، که من بود خواهم جهان را خدیو. هر آن چیز کن در جهان سودمند، کنم آشکارا شایم زبند. پس از پشت میش و بره پشم و موی، نگاه کنید باز و تمدن سازی و موضوعی تمدن سازی برمیگردیم. پس از پشت میش و بره پشم و موی، برید و برشتن نیادند رو. یعنی تراشیدن پشمی گوسفند و بز و دیگر چاروا رو یاد داد به مردم. تراشیدن و از پشم آنها رسمان کردن، ریختن و کوشش از آن کرد پوشش و جای و گستردنی هم بدو راهنمای. پوشیدنی و گستردنی می‌سازند. پوشیدنی چی است؟ لباس پوشاک. گستردنی چی است؟ متاعی که مثلا به عنوان دسترخوان، به عنوان بساطی که در رویش میشینی، گلیم، یک انداز، این چیزایی که گستردنی. فرش کردنی. اکنون یک کارش این تراشیدن پشم چاروا و حیوانات و از آن آماده کردن نخی لباس و تهیه لباس و متاع. پوشیدنی و گستردنی. دوم، زی پویندگان هر کی بود تیز رو، خورش کردشان سبزه و کاه و جو. رمنده ددان را همه بینگری، سیاهگوش و یوز از میان برگزید. پوینده چی است؟ پوینده رونده. روندگان رو هر کدامش که تیز روتر بود، اونها رو با تیمارداری با پرورش مخصوص فرا گرفت تا از آنها استفاده شود، مثل اسب و خر و دیگر چیزهایی که شتر رو میشود از آنها سواری کرد. این دیگر کار، یعنی حیوانات سواری اسب و دیگر نوعش. رمنده ددان را همه بینگرید، سیاهگوش و یوز از میان برگزید. یعنی ددان، دد چی بود؟ حیوان وحشی درنده. دو تا رو از میانشون با عنوان حیوان شکاری انتخاب کرد. سیاهگوش و یوز پلنگ هم میگوید. معمولاً به همین گپرد و لیاپرد است. تیز روترین حیوانات هستند. خب اینا رو اهلی کرد برای یوز و سیاهگوش، برای شکار البته. و چاره بیاوردش از دشت و کوه، و بند آمدن آن که بود زانگروه. زی مرغان همان آن که بود نیکساز، چو باز و چو شاهینی گردن فراز. مرغان شکاری رو مانند باز و شاهین بیاورد و آموختنشان گرفت، جهان بدو ماند اندر شگفت. یعنی همه از کارهای او به حیرت می افتادند. چرا؟ چون که اولین بار بود که این کارها انجام می شد. این البته کاری که سابقه ندارد و نیروی عقل می شود. کاری که پیشینه ندارد و نیروی عقل و الهام می شود. یعنی آدمان کارها رو از روی تجربه می کنند، ولی کاری که سابقه ندارد، تجربه گذشته ندارد، از روی قیاس و الهام و عقل می شود. این کارها رو می کرد. برای تعجب می کردن مردم از کارهایی که طهمورث می کرد. بفرمودشان تا نوازند گرم، نخوانندشان جز با آوای نرم. دورای ابتدای تمدن بشریت و سخن درباره رام کردن ددگان و مرغان وحشی می رود. و شاه طهمورث فرمان می دهد که جز با آوای نرم آنها را نخوانید، با صدای خشین درشت و خراشنده با آنها مراجعت نکنید. و دد و دام مدنیت بینید، تمدن در آغاز پیدایشش بینید. نخوانندشون جز با آوای نرم. حالا ما نمیگیم درباره اون که زدن و آزار دادن و حتی خواندنشون. چون این کرده شد ماکیان و خروس، کجا برخروشد که زخمی کوس. بیاورد یک سر چنان چون سزید، نهفته همه سودمندی گزید. چون این گفت کین را نیایش کنید، جهان آفرین را ستایش کنید.
یعنی مرغ خروس رو جدا کرد، اهلی کرد، مرغداری رو با جدا کرد که او دادمان به ددان دستگاه ستایش مرورات بین مد را و روی به خدا آورد و شکر کردی ما انسان ها رو بر ددگان بر حیوانات وحشی حکومت داد، چیره کرد، حکمروا کرد. این رو از هدیه های ایزدی میبینند. اکنون ادامه چی عجیب میبینیم. یعنی برگردیم اگر باز با تامورات چیکار کرد؟ تامورات دیوان رو ببست، کوتاه کرد دست دیو، ازمش رو برای پشم گرفت و رسیدن رو بنیاد نیاد، متاع و لباس با وجود آورد، از دد و دام حیوانات اهلی و خانگی و شکاری باز با وجود آورد. در ادامه کاری هوشنگ این رو هوشنگ شروع کرده بود. من میگوید که مرا رو یکی پاک دستور بود که رایش ذکرداری بعد دور بود. یعنی اینجا ما اینجا تا تامورات درباره شریک به شاه در قدرت نمیبینیم. فقط در کیومرث این بود که نبیره به جای دستور بود در نزد نبیره خودش، یعنی همون هوشنگ پسر سیامک در نزد بابایش کیومرث مانند دستور بود، ولی مانندی میگه بیوسته دستور یعنی وزیر. ما دیگر هوشنگ رو شاه هوشنگ رو دارای وزیر میگه. مرو رو یکی پاک دستور بود که رایش اندیشهش فکرش ذهنش که رایش کرداری بد دور بود، خنیده به هر جای شیدسپ نام در یاد گیرید. نام وزیری تامورات کی بود؟ شیدسپ. خنیده به هر جای شیدسپ نام، نزد جز به نیکی به هر جای گام. قدمش همیشه به نیکی بود. اما روز بسته از خوردن دو لب. همین وزیر به پیش جهاندار بر پای شب. همه روز دو لب از خوردن بسته و شب در پیش جهاندار در پیش خدا بر پای. یعنی چی بر پای؟ یعنی در نماز ایستاده بود. همه روز بسته از خوردن دو لب و پیش جهاندار بر پای شب. اینا تمام عمر گفته، یعنی نگفته است که در کدام ماه رمضان، همیشه. برای هم میگوید که همان بر دل هر کسی بوده دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. یعنی بنیاد نهادن روزه‌داری و نماز شب، یعنی غیر از نماز پنج خونه قصه هر شب نماز چند رکعت داشتن. انا همین کاری شیدسپی وزیری تامورات دیوبند. چقدر سال پیش از اسلام شد، پیش از زردشتی، حتی خیلی پیش، از آغاز جهان، از بنیاد جهان. همه روز بسته سی خوردن دو لب و پیش جهاندار بر پای شب. همون بر دل هر کسی بوده دوست، نماز شب و روزه آیینی اوست. سر مایه بود اختر شاه را، یعنی ستاره اقبال شاه رو اصل و اساس بود، از زمین بود، از پرتو این وزیر بود. وزو بند بود جان بدخواهان در جانشون از دست او بند می افتاد، دستشون بسته می شد در برابری. هم راه نیکی نمودی به شاه، هم از راستی خواستی پایگاه. چنان شاه پالوده گشت از بدی، کتابی از او فره ایزدی. اینجا بسیار مهم است، یک سخن بسیار مهم است. نگاه کنید، شاه است، تمام قدرت کشور در دستش است، تمام قدرت جمعیت در دستش است. تمدن آفرینی هم تا جای رسیده است که خیلی اساس قدرت رو میتواند تشکیل دهد. ولی قدرت اصلی چی است برای انسان؟ حتی علم هم نه، علم ظاهری هم، این دانش معمولی هم، حتی عقل و فراست ذهنی هم نه. از این بالاتر اراده نیک، منش نیک، فطرت نیک، سرشت نیک و پاک. بزرگترین قدرت این است که دیگر چیزها اگر با او یار شوند خیلی قدرت می شود. اگر او باشد دیگر هر چی باشد بر او افزوده می شود، ولی اگر این نباشد هر چی باشد ناپایدار است. مثل همین که یک نویسیم اگر یک باشد، اگر از پشتش هر صفری که مانیم زیاد شدن میگیرد، 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر، 1000 برابر، بعد میلیون برابر. لیکن اگر یک رو گیریم همه اون صفرها هیچ میشه، دیگر هیچ اهمیت ندارد. دستوری که او رو چنان تربیت میکند، هم خودش رو ساخته است، به مرتبه بالای معنوی رسیده است، هم شاه رو چنان تربیت میکند که چنان پاک شد که میگه بیتابید از او فره ایزدی. فره ایزدی چی است؟ فره ایزدی یک نیروی فوق العاده هست که از عالم مینوی، از عالم برتر، از عالم بالا و شخصیت‌های خیلی برتر و نیکمنیش، خصوصا شاهان کیانی احتیاج است. یعنی این مساعدت نیروهای الهی و
بعضی ها مثلا پژوهندگان منتقد شاهنامه یکی از تنقیدهایی که به فردوسی و شاهنامه وارد کردن این بوده است که فردوسی افراط میکند در ستایش شاهان کیانی و آنها رو موجودها و مخلوقهای خاص و برگزیده میدوند که با تمام بشریت فرق دارند و آنها از مساعدت الهی از فر برخوردارند، یعنی قدرت آسمانی. فر معنوش اصلا روشنایی است، ولی همون روشنایی خاصه که بر آنها از عالم بالا نازل می شود و آنها رو شکست ناپذیر و توانا در هر کار می گرداند. اکنون باز درس دیگر به این موضوع برمیگردیم. فر رو از چی می بینیم؟